موسی مبرق فرزند امام جواد علیه السلام و برادر تنی امام هادی علیه السلام است. او اسمش را از جدش به ارث برد و زیباییش را از مادرش سمانه مغربی. امام هادی علیه السلام در معرفی مادرش می‌فرماید به دلیل شدت ایمان و تقوا شیطان جرأت ندارد به او نزدیک شود و نیرنگ اهل عناد به وجودش آسیب نمی‌رساند. امام موسی کاظم علیه السلام در روستای سریا در نزدیکی مدینه که میراث حضرت فاطمه سلام الله علیها بود خانه‌ای بنا می‌کند. 3 امام بعد از ایشان و موسی مبرق در این خانه به دنیا می‌آید. این خانه سراسر نعمت 2 در داشت، 1 در اصلی و 1 در پشتی. امام موسی کاظم علیه السلام تا نیمه شب پشت در اصلی می نشستند تا حوائج و مشکلات مردم را حل کنند. مردم مدینه اسم این در را باب الحوائج گذاشتند. این رسم را 3 امام بعدی و موسی مبرق ادامه دادند. با تبعید امام هادی علیه السلام و بعد از چند سال هجرت موسی مبرق به سامرا این در برای همیشه بسته شد. از همان کودکی موسی مبرق در محضر پدر و برادر خود زانوی عدد زد و به تحصیل علم و فضیلت پرداخت. از آنجا که عدد میراث اهل بیت است، با آنکه ایشان به کمالات معنوی و علمی رسیده بود، هیچگاه در حضور امام هادی علیه السلام به سؤالی پاسخ نداد. موضوع ولایت بود و از شدت علاوه برادر امامش را به نفسی انت خطاب میکرد. موسی به قدر زیبا بود که نیمی از عمرش را به علت تعریه و پنهان شدن از مکر دشمنان در پشت نقاب یا همان برده گذراند. از این رو به موسی مبرق معروف شد. امام جواد علیه السلام در وصیت‌نامه خود موسی مبرق را مسئول موقوفات و صدوات کردند. بعد از شهادت امام هادی علیه السلام مردم کوفه قصد بیعت با موسی مبرق را داشتند. موسی مبرق به مردم سفارش جدشان را یادآور شد که بعد از امام حسن و امام حسین علیه السلام هیچ برادری به امامت نخواهد رسید. او مردم را به بیعت با برادرزاده‌اش امام حسن عسکری علیه السلام ترغیب کرد. به دنیا آمدن حضرت مهدی شروع فتنه‌ها و آغاز غیبت صغرا بود. در 6 سال امامت امام حسن عسکری ظلم و ستم خلفای عباسی بر علویان به بالاترین حد خود رسیده بود. امام در پایگاه نظامی در حصر بود و مردم به او دسترسی نداشتند. موسی مبرق تولد، کودکی و 35 سال از دوران غیبت صغرا امام زمان را درک کرده بود. همین مسئله او را تبدیل به برجسته ترین امامزاده جریان مهدویت کرد. در زمانی که پیچیدگی‌ها و ابهامات مربوط به تعیین امام وجود داشت، موسی مبرق در تعیین جایگاه امامت نقش بسزایی ایفا کرد. موسی مبرق 42 سال داشت که امام حسن عسکری علیه السلام از زندان پیام می‌فرستند که برای حفظ جان خود از حکومت مرکزی عباسی فاصله بگیرد. موسی مبرق دریافت که باید مسیر را طی کند که دیر زمانی حضرت معصومه سلام الله علیها پیموده بود. زمانی که موسی مبرق به قم رسید 50 سال از وفات حضرت معصومه می‌گذشت و این بانو در نهایت غربت در سردابه‌ای در باغ بابلان در حاشیه قم مدفون بود. موسی مبرق به کمک خواهرش که او را در این سفر همراهی می‌کرد اولین مقبره و زیارتگاه را برای حضرت معصومه ساختند. در واقع موسی مبرق اولین تولیت حضرت معصومه سلام الله علیها را بر عهده گرفت. ظلم و ستم عباسیان و مردم قم از دیگر نقاط بیشتر بود. آنها خراج و مالیات بیشتری برای مردم قم وضع می‌کردند.
تا مردم توانایی قیام کمک به اهل بیت را نداشته باشند. بارها مردم قم با محوریت بعضی از اشعریون بر علیه عباسیان قیام کرده بودند، اما هر بار به شدت سرکوب می شدند و تعداد زیادی به شهادت می رسیدند. با حضور موسی مبرقه این مبارزه های پراکنده تبدیل به آگاهی و بلوغ مهدوی شد. او احکام و معارف دین را برای مردم توضیح میداد و نقطه اتصال امامت و مردم بود. دعوت به صبر و انتظار فرج و تنظیم روابط درونی شیعه و نحوه معاشرت با برادران دینی مسائلی بود که باید در غیبت امام به آن پرداخته میشد. حضرت موسی مبرقه هم اهل روایت حدیث و هم استاد درایت و فقاهت حدیث بودند، به طوری که علمای بزرگ شیعه همچون مرحوم کلینی، شیخ طوسی و شیخ مفی که روایات موثق آنها مشهور بود از ایشان روایت نقل می‌کردند. سرانجام موسی مبرقه سرسلسله سادات منتسب به حضرت امام رضا علیه السلام در 22 ربیع الثانی سال 296 هجری قمری در سن 82 سالگی دار فانی را وداع گفت و در تشییع با شکوه مردم قم در خانه خودش دفن شد. به برکت موسی مبرقه حدود 100 امامزاده صحیح النسب در کنار او دفن شدند. به خاطر تقدس عدد 40 این مکان مقدس و نورانی به 40 اختران معروف شده است. 1000 سال از قدمت این محله می گذرد و به حرمت فرزندان و خاندان موسی مبرقه به نام محله موسویان معروف است. 40 اختران باب الحوائج دومی برای عاشقان اهل بیت باز شده که دلشان هوای سامرا و کاظمین را کرده است.